کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 13 میلیون سال 2023 در جمهوری باز چند مورد فرو ریختن سیل ثبت شده است. از جمله روز 13 میلیون ساعت 15:03 بارشات شدید باعث فرو ریختن سیل در دهه راسترووت جماعت همنام دوشتی شد. سیل تخمه‌های چند منزل استقامتی را پر از آب کرده، همچنین سبب چپه شدن دیوار مکتب دیه شد. هنگام فرو رفتن دیوار مکتب یک ساکن این دیه جان باخته است. برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویای دوشتیج دست به کار شده است. یک روز قبل 12 میلیون بنا به گزارش قسم نوبت‌داری ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان بر اثر بالاروی دمای هوا و آب شدن پیریخ‌ها سطح آب در دریای غند که در قلمرو دهه راه نو جماعت دیهات وان قلنوی شغنان بالا رفت، آب از مجرا بیرون شده. گیدرا پست یا اسگاه آبی رو که در دهه راه نو جایگیر است شسته است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که روز 13 ایون با مقصد حمایت خواجگی‌های کشاورزی از ژاله در اطراف شهر وحدت، نویه بلخی، خراسان، یاوان و دغره 42 موشک ضد ژاله زدند. بنا به خبر دیگر این نهاد روز 13 ایون یک درخت خشک شده به سبب شمال سخت در کوچه بیزاد شهر دوشنبه شکسته بر روی راه افتاد و برای رفع نقلیات و مردم مانع ایجاد کرد. نوبتداران کمیته به جای حادثه رفته درخت را از بین راه گرفتند و راه مردم و واسطه‌های نقلیات را باز کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی به سهم ساکنان و مهمانان تاجیکستان می‌رساند که در روزهای نزدیک بنا به بالا رفتن حرارت هوا و بالا رفتن سطح آب در حوزه رودخانه 5 وخش و زرافشان پیش بینی می شود. به این دلیل در شبانه روز آینده احتمال فرو ریختن سیل‌ها در ناحیه‌های کوهستان و کودامن ولایت ختلان، غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های تابع جمهوری زیاد است.